زمانی یک دنیا بود و یک ابرقدرت به نام ایالات متحده آمریکا. زمانی یک خاورمیانه بود و یک زورگوی به منطقه یاغی به نام آمریکا. 13 سال پیش حادثه‌ای برنامه‌ریزی شده توسط عده‌ای تمامیت‌خواه به وقوع پیوست و 11 سپتامبر 2001 را به نقطه آغاز ائتلافی جهانی به رهبری آمریکا علیه موجوداتی خودساخته به نام تروریست‌های القاعده تبدیل کرد. القاعده‌ای که در سال 1988 به نام جهاد علیه الحاد شوروی و با دخالت مستقیم CIA، MI6، ISI پاکستان و استخبارات عربستان شکل گرفت. عربستان و پاکستان جوانان پرشور و داغ اهل سنت را به جهاد علیه الحاد شوروی فرا خواندند تا ظاهراً کفر از سرزمین افغانها بیرون برود، اما باطناً هدف عدم دستیابی شوروی به آبهای گرم خلیج فارس و به خطر نیفتادن منافع آمریکا در منطقه بود. 13 سال پیش ائتلاف آمریکا به این سادگی و برق‌آسایی شکل گرفت. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. و بدین ترتیب همه خود را فرش پای فیلی به نام جورج دبلیو بوش کردند. فیل جورج یاد افغانستان کرد و لشکر کشید. یاد عراق کرد، به عراق لشکر کشید. یک ایران و یک سوریه ماندند. به ایران که نتوانست لشکر بکشد دهان به ناسزا باز کرد. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. اما امروز پس از گذشت 13 سال در سال روز 11 سپتامبر آمریکا در جده عربستان سعودی تشکیل ائتلافی را اعلام کرد که نکات مهمی را روشن کرد و تردیدها را از بین برد. تشکیل این ائتلاف با تردید و دودلی فراوان کاخ سفید همراه بود. مکرر از دولت آمریکا در 2 ماهه اخیر شنیده شد که طرح مشخصی برای مقابله با گروه‌های افراطی وجود ندارد. I don't want to put the cart before the horse. We don't have a strategy yet. گذشته از اینکه این ائتلاف به گفته ایران نمایشی است و هدفش مبارزه با تروریسم نیست، اما بر فرض صحت هم این واقعیت را عوض نمی‌کند که آمریکا برای تشکیل یک ائتلاف علیه تروریسم آنچنان دچار ضعف است که ترکیه به راحتی آن را رد می‌کند. مصر از هم پاشیده آن را قبول نمی‌کند و انگلیس متحد دیرینه هنوز به آن نپیوسته و بخش عمده‌ای از اعضای آن دولت‌های وابسته ضعیف هستند که اراده سیاسی مشخصی ندارند که به این ائتلاف هویت ببخشند. ایالات متحده امروز آمریکایی است که با همه توان به متحد راهبردی خود اسرائیل در جنگ علیه نوار غزه 360 کیلومتر مربعی کمک می‌کند، اما حتی پس از 50 روز جنگ نمی‌تواند شلیک موشک مقاومت را قطع کند و به رفع محاصره غزه نیز تن می‌دهد. After careful deliberation, I have decided that the United States should take military action against Syrian regime targets. ایالات متحده امروز آمریکایی است که پس از ماه‌ها رجزخوانی و اتهام‌زنی به سوریه و تهدید به حمله به بهانه دروغ سلاح کشتار جمعی شیمیایی جرأت نمی‌کند یک گلوله به سمت دمشق شلیک کند. ایالات متحده امروز آمریکایی است که پس از هفته‌ها تماس مکرر با سفرا و مسئولان ایرانی خواستار همکاری و کمک تهران در موضوع گروهک داعش می‌شود، اما پس از ناکامی در رسانه‌ها اعلام می‌کند که هنوز زمان برای پیوستن ایران به ائتلاف ضد داعش در عراق مناسب نیست و ما ایران را در این ائتلاف قبول نمی‌کنیم. توی این قضیه ما چطور بیاییم با کسانی که دستشون آلوده است، نیتشون آلوده است، چطور همکاری کنیم؟ همین آقای وزیر خارجه‌ای که این حرف رو آمد جلو چشم همه دنیا پشت دوربین گفت که ما از ایران همکاری نمی‌خواهیم، همین ایشون شخصاً با آقای دکتر ظریف شخصاً درخواست کرده بود که بیایید ما توی این قضیه همکاری کنیم. دکتر ظریف رد کرد. معاون او هم که یک زنی است، او هم از آقای عراقچی در مذاکراتش درخواست کرده بود که بیایید ما همکاری کنیم. اینا رد کردن. بعد از آنی که اونا رد کردند و ما از کنم که صریحاً گفتیم با شما تو این قضیه همکاری نمی کنیم، حالا میگن ما ایران رو نمیخوایم وارد کنیم. اگر آمریکای قلدرمآبی که یک شبه ائتلاف جهانی تشکیل میداد و بی اجازه سازمان ملل با یک دستور متحدان را به صف میکرد و برای یاغیگری‌های خود مشروعیتی جهانی نیاز نمیدید،
بعد از 13 سال این گونه متحدان را جدا می‌بیند و برای کار خود نیازمند مشروعیت جزئی حتی در قالب ائتلاف نصفه‌ونیم است، قطعاً 13 سال بعد آمریکایی به مراتب کوچکتر از این شاهد خواهیم بود. شاید به کوچکی یک موش.